سلام بر شما، خسته نباشید. انشالله امروز یکی دو نمونه لغت شناسی با هم کار میکنیم. واژه شناسی. ببینید ما یک واژه داریم به نام بطل، یعنی قهرمان، یعنی دلاور. خب چه ارتباطی بین بطل و باطل هست؟ باطل یعنی هیچ، یعنی پوچ. چون دلاور و قهرمان و پهلوان برای رسیدن به هدفش از جانش مایه میذاره، جانش، زندگیش براش هیچه، براش پوچه، برای اینکه به هدفش برسه، بنابراین براش میگن بطل. حالا ارتباطو فهمیدید؟ یک بار یکی از من پرسید همین کلمه الاف یعنی چه؟ من فکر کردم و یک جواب بهش دادم. انشالله جوابم درسته. ببینید در زبانهای قدیم یک عده‌ای بودن به نام علف فروش، الاف. اینا صبح زود پا می شدن، می رفتن مزرعه، صحرا، نمیدونم جنگل، علف جمع می کردن، حمل می کردن، می آوردن شهر یا روستا بفروشن. بعد دیگه منتظر بودن تا مشتری بیاد. خسته بودن، چه جایی نرمتر از روی علفهای نرم دراز میکشیدن و میخوابیدن. حالا کسی رد میشد میگفت شما چرا دراز کشیدین؟ چرا خوابیدین؟ برین کار بکنین، شما بیکار هستید. میگفتن ما علافیم، یعنی علف فروشیم، رفتیم علفامون رو درو کردیم آوردیم، حالا منتظر مشتری هستیم. حالا که منتظر هستیم دراز کشیدیم. حالا هر کس بیکار، الان بیاره، کاری نمی کنه، بهش میگن چی؟ علاف. والله اعلم بالصواب. لطفاً با عضو شدن در کانال و لایک کردن این ویدیوها و نوشتن کامنت از کانال حمایت کنید.